سلام، خوش اومدین به کانال خودتون. اگه شما هم بعد از روغن تراپی به جای داشتن موهای قوی‌تر و شاداب‌تر به ریزش بیشتر موهاتون دچار شدین، جای درستی اومدین. توی این ویدیو دلیل ریزش مو بعد یا در حین روغن تراپی رو با هم بررسی می‌کنیم و راه حل‌های جلوگیری از اون رو هم میگیم و به این سوال هم پاسخ میدیم که آیا اصلا روغن تراپی برای همه مناسب هست یا نه. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین. روغن تراپی یه روش قدیمی برای تقویت موهاست و فواید زیادی داره، مثل آبرسانی و مرطوب کنندگی موها، بهبود سلامت پوست سر و محافظت از تارهای مو در برابر شکستگی و ایجاد ظاهری براق‌تر و ضخیم‌تر برای موها. اما چرا با وجود این همه فایده بعضی موقع روغن تراپی با ریزش مو مواجه میشن؟ بیایید با هم دلایلش رو بررسی کنیم. اولین دلیل برمیگرده به انجام دفعات زیاد روغن تراپی. در واقع استفاده بیش از حد از روغن‌ها منافذ پوست سر رو مسدود میکنه و رشد موها رو متوقف میکنه و در نتیجه باعث ریزش مو میشه. اما راه حل این مشکل چیه؟ بهتر هست فقط 2 بار در هفته روغن تراپی کنید و حتما بعد از 3 تا 4 ساعت نهایت موهاتون رو بشورید. دلیل دوم، مالش بیش از حد موها موقع روغن تراپی هست. فشار زیاد موقع ماساژ دادن به فولیکول‌های مو آسیب میزنه و باعث ریزش موها میشه. اما راه حل این مشکل چیه؟ تنها کافیه روغن رو به آرومی روی موهاتون بمالین و کف سرتون رو ماساژ ندین. دلیل سوم، موندن طولانی مدت روغن روی موهاست. گذاشتن روغن برای یک مدت طولانی روی موها باعث بسته شدن منافذ سر و حتی افزایش احتمال عفونت پوست سر میشه. مثلا بعضی افراد شب تا صبح روغن رو روی سرشون میذارن که همین موضوع باعث تشدید ریزش موهاشون میشه. پس بهترین حالت اینه که روغن رو نهایت 3 تا 4 ساعت روی موهاتون بذارین و بعد موهاتون رو به خوبی بشورین. دلیل بعدی، ماساژ پوست سر در حین روغن تراپیه. ماساژ پوست سر در حین روغن تراپی به ریزش بیشتر موها منجر میشه، چرا که وقتی پوست سر چربه موها ضعیف‌تر میشن و مستعد ریزش بیشتر هستن. این حالت درست مثل زمانیه که موها خیس هستن و راحت‌تر میریزن. بنابراین بهتر ماساژ کف سر رو قبل از زدن روغن به موهاتون انجام بدین، چرا که وقتی کف سر خشکه انجام ماساژ فشار کمتری به فولیکول‌های مو وارد میکنه و در نتیجه ریزش موی کمتری رو تجربه میکنید. دلیل دیگه ریزش مو بعد از روغن تراپی بستن محکم موهاست. بستن موها با کشای محکم بعد از روغن زدن فشار زیادی به ریشه موهاتون وارد میکنه و همین شرایط باعث ریزش مو میشه. پس بهترین راه حل اینه که موهاتون رو بعد از روغن زدن شل ببافین یا آزاد بذارین. یک علت دیگه شونه زدن موها بعد از روغن تراپیه، چرا که بعد از روغن زدن فولیکول‌های مو نرم میشن و شونه زدن ریزش موها رو میتونه بیشتر کنه. پس بهترین راه حل اینه که شونه زدن رو بعد از شستن موهاتون انجام بدین. هر نوع مویی روغن مناسب خودش رو داره. مثلا موهای نازک و کم حجم روغن‌های سبکی مثل جوجوبا یا بادام براشون مناسب تره و موهای خشک و زبر از روغن‌های سنگین‌تر مثل نارگیل یا آرگان میتونن استفاده کنن. پس بهترین راه حل جلوگیری از ریزش مو روغن تراپی اینه که نوع روغن رو متناسب با جنس موهاتون انتخاب کنید و این موضوع هم تنها با آزمون و خطا میتونید متوجه بشین. مالیدن روغن روی پوست سری که شوره داره، شوره و در نتیجه ریزش موها رو میتونه بدتر کنه. پس راه حل اینه که اول شوره سرتون رو درمان کنید و بعد از روغن تراپی برای تقویت موهاتون استفاده کنید. دلیل بعدی ریزش مو روغن تراپی برمیگرده به شستن نادرست موها. اگر روغن به درستی شسته نشه، چربی باقی مونده در کف سر میتونه باعث مشکلات زیادی از جمله ریزش مو بشه. پس بهترین راه حل اینه که از یک شامپوی مناسب و آب ولرم استفاده کنید و کف سرتون رو به خوبی در حین شامپو زدن ماساژ بدین تا تمام چربی های روغن و آلودگی ها از کف سرتون پاک بشه و دچار ریزش مو نشین. یکی از دلایل ریزش مو روغن تراپی میتونه حساسیت به روغنی باشه که استفاده میشه. برخی از افراد ممکنه به روغن خاصی حساسیت داشته باشن و استفاده از اون نوع روغن باعث خارج، التهاب و ریزش موهاشون بشه. بهترین راه حل اینه که همیشه اولین باری که میخواین از یک نوع روغن استفاده کنید، مقداری از اون روغن رو روی پوست بازوتون بزنید و برای چند ساعت صبر کنید. اگر هیچ گونه علائم حساسیت مثل خارش، التهاب و قرمزی مشاهده نکردید، میتونید از اون روغن استفاده کنید. خب رسیدیم به آخر ویدیو. همونطور که خودتون هم متوجه شدین، روغن تراپی وقتی میتونه مفید باشه براتون که روش صحیحش رو رعایت کنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اگر دوست داشتین تو کامنت فرامون بگین که شما هم تجربه ریزش مو بعد از روغن تراپی داشتین یا نه و برای حل این مشکل چه کارهایی انجام دادین.
برای ادامه این مسیر به حمایت شما نیاز داریم، پس لایک و کامنت فراموش نشه و با سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت کنید.